رضا شاه اومد منزل ما مهمان شد. اونجا پدر من پذیرایی مفصلی که از اون قریب 10,000 سوار بود. رضا شاه با 90 یا 70 یا 90 صاحب منصب اومد که برای هر کدومشون چادرشون مرتب علاوه. 2 نفر از قشقایی به پدرم گفتن این آدم خطرناکیه، رضا خان این اینجا بکش. پدرم گفت به 3 دلیل نمیتونه. اول، قشقایی ها هیچ شک کسی رو نمیکشه، هیچ وقت اسیران. دوم، تو خانه مثل نمیکشه. سوم، بعد از این همه زد و خورتا میگن این یک آدم ملی است، آمده است من اگر بکشم فردا میگن من نمیکشم. ناصر خان قشقایی همه کاره جنوبه. ایشون یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد بعد شاهه. ایشون فرمانده ارتش خصوصی متشکل از 20,000 سوار ایلاتی